یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نمازی تو، روزه‌ای تو، حجی تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. در همون میشن که مرده ها یعنی میتنوان هستن خلیجی. بارک الله فیکم. البته در مسئله موضوع این که آیا مرده هایی که در قبر هستند میشنوند یا نمیشنوند، در همین مسئله دو قول وجود دارد و بعضی از علمای اهل سنت هم هستند که مرده ها را میشنوند میگن، اما اکثریت بر اینند، دلیل و حجت بر این است که مرده های در قبر بوده نمیشنوند و امین است قول راجح و امین است سخنی که مذهب اهل سنت و جماعت است. مذهب اهل بدعت این است که میگویند که میشنوند. به خصوص امروز قبوری ها و رافضه ها، اینهایی که به قبر پرستی مشغول هستند، خیلی کوشش میکنند شب و روز که اثبات میکنند که گویا که در قبر بوده ها میشنوند، به خاطر اینکه اینها قبر رو میپرستند، مرده رو میپرستند، به همین خاطر میخوان اثبات بکنند که قبر پرست ها مرده ها میشنوند. لیکن قول راجح، قول صحیح، ما این رو قول حق میگیم. قول حق مذهب اهل سنت و جماعت این است که مرده هایی که در قبر هستند نمیشنوند. و اون حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است که پیامبر صدای قبر رو شنیدن، این خاص به پیامبر بود. اون صداهایی که پیامبر شنیدند این خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یا اون صداهایی که پیامبر گفتند، اون صحبتایی که پیامبر به قبرها گپ زدند، به مانند در جنگ بدر بعد از پایان یافتن جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم به مرده های این مشرکین رفتند و صحبت کردند، این خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یا مرده ها که بعضی مثلا به قبرستان مسلمان وقتی که داخل میشوید سلام میدید، مرده ها میشنوند. و این حدیث است، بله این سلام میشنوند و در بعضی روایت ها سلام شما ملائکه میرسونند و غیره. اما اصل در موضوع مرده ها شنیدن این است که در قبر بوده مرده ها صدای انسان ها رو، دعا یا طلبی که انسان ها میکنند نمیشنوند. در اساس آیت قرآن الله سبحانه و تعالی به پیامبر میگه که انک لا تسمع من فی القبور، ای محمد صلی الله علیه و سلم همانو که تو شنوانیده نمیتوانی اون کسایی که در قبر است. یعنی به پیامبر الله گفته شده است تو صدایت رو رسانیده نمیتوانی، شنوانیده نمیتوانی کسایی که در قبر است. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه و ما انت بمسمع من فی القبور، یعنی اینم انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى، تو مرده ها رو شنوانده نمیتوانی. و در روایت دیگر انک لا تسمع من فی القبور، تو شنوانیده نمیتوانی کسایی که در قبر است. و در روایت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه که ان الذين تدعونه عباد امثال لكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، این انسان هایی که شما عبادت میکنید به غیر الله، یعنی این قبر پرستی که میکنید، انسان پرستی که میکنید، دونید که همون در مزار بوده انسان هایی که شما میپرستید در همین قبرها بوده، این آدم ها هم مثل شما یک آدم عادی است. ای قبر پرست ها دونید که در درون قبر بوده همون انسان ها مثل شما انسان عادی است. آنها خودشان محتاج به الله هستند، آنها محتاج به دعای شما هستند که شما از الله در حق ما دعا کنید. در حق مسلمانان از اونها رفته طلب کنید، آنها به شما هیچی داده نمیتوانند، آنها خودشان محتاج به الله است. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما رفته از اونها طلب بکنید، به اونها سخن کنید، اونها اصلا سخن شما را نمیشنوند، اگر شنوند هم اجابت نمیکنند. این آیات ها دلالت میکند که مرده ها نمیشنوند. بارک الله فیک. جان اگر یک دقیقه وقت ما را میگیرتم خدمت هم ترک صحبت کردم در حالتی که مثال ما بگیم ما شخصا رفتم موضوع قبر بگیم قبری پیامبر مثلا گفتم پیامبر الله
ای الله مهربان برای من شفاعت طلب کن. همین حالات به حکم من چی میشه؟ همین حالت به حکم شما مشرک اکبر میشه. مشرک از ملت اسلام خارج میشه. زیرا که طلب کردنی یک انسانی که زنده نیست، حاضر نیست، غایب است و مرده هست، میت هست، از او طلب دعا کردن و با رفته از او طلب شفاعت کردن یا غیر شفاعت یک طلب دیگر کردن، این شرک اکبر است. خواه پیامبر باشند خواه غیر پیامبر. سر قبر پیامبر بر رفته بگوید که ای پیامبر مرا شفاعت کن، بگوید شما خصوصیت الله رو، یک چیزی که از خاص الله هست، این چیز اینی الله هست، هیچ کس حق ندارد و شما هم حق ندارید که غیر الله رو به الله برابر کنید. شفاعت از خود الله هست و شفاعت به پیامبر هیچ حقشون نیست. در حالتی که وفات کردن شما رفته از پیامبر طلب کنید که مرا شفاعت کن، پس پیامبر به الله برابر کردید و انسان مشرک شد و جایز نیست. بارک الله فیک. استاد جون ما گفتم که پیامبر ای الله برای من طلب شفاعت کن. یک نمود اینم شرک اکبر است. ما خیلی که در اول صحبت گفتیم انسان به سر قبر پیامبر می رود و میگه که ای پیامبر از الله طلب کن، از الله در حق من طلب کن که الله مرا شفاعت کند، از الله طلب کن که الله به من فرزند دهد یا چیزی دیگری. شرک اکبر است. زیرا که شما یک آدم میت مرده رو طلب کرده ایستاده در حالتی که او قادر به انجام دادن همون طلبات شما نیست. او قادر نیست، نه میشنود و نه قادر است. پس شما باید از الله خودتون طلب بکنید و انمین است که شرک اکبر است و این مانند دعای همون مشرکین قریش بود که همون بت‌هاشون میپرسیدند، میرفتند و به بت‌ها میگفتند که از الله طلب کن که الله به ما چتیت فرزند و میگفتند که ما خودمون کرده نمیتونیم. و یک ایده همین عمل شرک اکبر نمی بدعت میگن از سبب خطا فهمیدن سخن ابن تیمیه رحمه الله. زیرا که از ابن تیمیه رحمه الله در بالای همین مسئله دو سخن آمده است. در یک سخنشون میگن که این یک عملی هست که صحابه تابعین تبع تابعین نکردن، این خیلی عمل صحابه و هیچگاه نکردن، این یک بدعت است. بعضی ها فکر میکنند که وقتی که بدعت گفت این بدعت کاری سبک است گفته میبرد، نه این بدعت است. در سخن دیگرشون در کتاب صارم المسلول آمده است که این بدعت مکفر است. ابن تیمیه رحمه الله آشکار میگویند که من دعا میگه میت، کسی که رود میت دعا کنه و گوید که ای مرده ادعو الله، الله را دعا کن لحقی، به حق من، ادعو الله ان ینصرنی، الله دعا کن که الله من نصرت، الله دعا کن که الله به من شفاعت کند و غیره. همین دعاهای کند میگن این مشرک است، شرک اکبر. و کسی که دیده و دانسته من مشرک نگه خودش مشرک میشه و در کتاب سور المسلول آمده است. و در این باره کتاب ها نوشته شده است و در نزد من یک چند کتاب در همین باره طلب الدعاء من المیت، طلب دعا کردن از میت که مرده برفته میگه که الله با در حق من دعا کن، این شرک اکبر است. اما در حالت زنده بودن این دعای کردن جایز است. یک آدم حاضر باشد در رو بر روی شما باشد رفته میگه که من از تو طلب میکنم که یک دعا کن از الله به حق من، آدم زنده در رو بر روی شما است، جایز است. اما بعد از مرگ شرک اکبر است. جزاک الله خیرا استاد جان. من خواستم خیلی شل کم پیدا کنم را صحبت کنم استاد جان. نسبت که گفتم کن السلام علیکم و رحمت الله. اما عبدالله کاستکسکی جوازی در نمودی داد. نفهمیدم. عبدالله کاستکسکی در همین مسئله البته من میدونم که یک وقتی خطا کرده بود. بعضی میگن که توبه کرد و این چنین جوزی جهالت جوزی هم در همین است. همون عثمان جوزی است چی است؟ بله همین میگه. هم خیلی برادر؟ بله. اگر خارجان گفتیم درباره عبدالقادر برادر جان التماس کردم تمام کنیم برای الله. خب استاد جان الله مهربان موحدین
نه مثلا کارو مثال نگهبان باشه. خب نسبت که گفتم استاد جان آنمی که اگه شهید تلاشی شفاعت میکنه که مثال شهید اگر الله مهربان بعد مثال شهادت بده ای ما مثال برای ما ای الله مثال چکده شفاعت طلب کرد ای الله برای ما مثال طلبی شفاعت کرد می برای الله عالم که من شما را خطا فهمیدم یکی شما میخوای گفتن که مثال خیلی عالی ما گفتن شرکی مثال اصغره خیلی عالی ما گفتن بدعت بله همین را میخواستم کم طرفی دیگر شما روشنی میدونیم سوجا. بارک الله فیک. حاضر در نزد من حالا یک لحظه کتاب میکشم تا که من در همین موضوع کتاب که صحبت بکنم. من در نزد من یک کتاب نواقض الاسلام است که میگه حکم طلب شفاعت میداره. های حکم طلب شفاعت کردن از یک انسانی که زنده قول البعض للمجاهد لا تنسنا من الشفاعه او اشفع لنا ان قبلت. یک نفر به یک مجاهد گوید که ما را فراموش نکن اگر شهادتت قبول کرد الله شهادت اگر قبول کند ما را از شفاعت کردن فراموش نکن یا که الله تو را اگر قبول کند ما را فراموش نکن. در همین باره شیخ احمد ابن عمر الحازمی میگوید که این عمل شرک اکبر است و در اساس همین شاگردای احمد ابن عمر الحازمی خیلی فتنه سخت کردند و میگویند که این شرک اکبر است. کسی که من شرک اکبر نگوید وی مشرک است و وی کسی که عذر میده هم مشرک است و بالاخره بعضی هاشون غلو کرد و فتنه کرد. و البته که علما در این مسئله سخنهای زیاد گفته است. علی ابن خدیر الخدیر نظر کردم، خالد المرد الغامدی نظر کردم و دیگر یک چند برادرها چیزهایی که ارسال کردن نظر کردم و مانند عبدالله و غیره که میگویند که البته که این شرک اکبر نیست اما این بدعت است، زیرا که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم این حادثه به وجود آمد. من حالا در اول سرشوی درسم همین بیان کردم. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک معروف است که انس ابن مالک وقتی که پیامبر به مدینه آمدن مادر انس میگویند که همه به پیامبر یک چیزی رو هدیه میدادند. من هیچ چیزی نداشتم. به پیامبر صلی الله علیه و سلم من چی دادم؟ پسرم رو هدیه دادم. انس ابن مالک انصاری. انس ابن مالک مادرشون آوردن و گفتن که پیامبر همین پسر من برای شما است، بگذار خدمتگار شما باشه. انس ابن مالک 10 سال خدمت پیامبر انجام دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی خوب معامله کردن به انس ابن مالک. انس ابن مالک میگه که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مرتبه به من اوف نگفت، یگان کاری من به یعنی سخت مرا گاب نزد. اما در آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگفتن و یک خیلی خلق بهترین که داشتن، هر کسی که عملی خوب کند میخواستن که یک جواب بدهند، عملی خوبش کنند. از همین جهت از انس ابن مالک سوال کردند که انس ابن مالک چی میخواهی؟ آیا یگان حاجت داری از من؟ 10 سال به من خدمت کردی، از من چی میخواهی؟ گفتند حضرت انس ابن مالک یک کمی فکر کردند و گفتند که اسالک الشفاعه یا رسول الله. ای رسول الله من میخواهم که شما مرا در روز قیامت شفاعت کنید. وقتی که وفات میکنید بعد از وفات روز قیامت شفاعت کنید. خیلی که یک انسان مجاهد یک شهید پیش از شهادتش گفته شده است که اگر شهید شوی، اگر الله تو را قبول کند مرا روز قیامت شفاعت کن، از الله طلب شفاعت من کن. و در بعضی روایت ها اینچنین انس ابن مالک عیناً همین خیلی گفتند به پیامبر که مرا شفاعت کن در روز. از همین جهت سخنی بعضی آدم‌هایی که این رو شرک اکبر میگن این مطلق است، میگن این مطلق به همه داخل دارد. اگر ما این سخن مطلق بگوییم انس ابن مالک هم اعوذ بالله از پیامبر طلب شفاعت کردن، کفر یا که شرک گفته میشد. این نادرست است. بلکه ما میگوییم البته بعضی از علما اینا خاصی پیامبر گفتند، لیکن وقتی خاصی پیامبر گفته باشند هم این روایت در روایت مسلم با حدیث دیگر است. در روایت مسلم حدیث دیگر است که صباحی گفته که یک انسان به نزد عبادت ابن صامت داخل میشود که عبادت ابن صامت وقتی وفاتش شد صباحی میبینند عبادت ابن صامت گریه میکنه. عبادت ابن صامت میگه که گریه نکن که اگر من اذا شفعت شفعت لك، اگر من شفاعت یافتم حتما توی شفاعت میکنم. همچنین عباره ها استفاده شده بود در زمان سلف. از همین جهت این عباره ها رو ما هیچگاه شرک اکبر نمیگوییم، بلکه میگوییم که در حقیقت این
بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که این خاص پیامبر بود، ما با پیامبر قیاس کرده این عمل نمیکنیم، این خاص پیامبر بود صلی الله علیه و سلم. و البته که طلب شفاعت از یک انسانی که به شهادت رفته ایستاده است این بدعت است، نو پیدا شده. و این به گفت بعضی از علما اگر خیلی سخت گیریم شرکی اصغر است، زیرا که برنده یک وسیله به شرک اکبر شد، وسیله پس این شرک اصغر شد. اما شرک اکبر گفته و تکفیر کرده و عذرش رو تکفیر کردن، البته که این درست نیست. والله اعلم. استاد جان خدا نفهمید که من انشاءالله مثال ایستاره انس ابن مالک رضی الله عنه ای آدمی که مثال دید از که میرن به سوی مثال چی میگه که الله مهربان اگر در شفاعت مثال بیرق شفاعت بده ای الله برای من طلب شفاعت کنه. ای مثال انس ابن مالک رضی الله عنه گفت که مثال او پیامبر الله مثال ما میخوام تو ما را شفاعت کنی. والله اعلم همین فرق داره استاد جان. تو چند فرق ندارد. فرق نداشتنش این است که ببینید، فرق نداشتنش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا از پیش خودشون هر کسی که خواستن شفاعت میکنن یا نمیکنن؟ برادر گوش میکنید، آیا پیامبر حق دارند که هر کسی رو که خواستن از پیش خودشون شفاعت کنن؟ تمام. اگر نه باشد این قاعده به پیامبر هم تعلق دارد. پیامبر هم ببینید همه میدونیم که شفاعت از خصوصیت الله است. کل لله شفاعت جمیع. الله به پیامبر گفت صلی الله علیه و سلم بگوی محمد شفاعت همه اش از آن الله است. یک. دومین الله سبحانه و تعالی گفت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی آیت اومد و سه شرط در شفاعت بیان کرد که همون وقت شفاعت میکند یک انسان که الله از او راضی شود، همون وقت شفاعت میکند یک آدم که الله بعد از او راضی شدن به او اجازه بدهد، و همون وقت همین انسان شفاعت میکند که انسان شفاعت شونده هم الله اجازه بده رضا شود. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مگرم به اذن الله هیچ کسی از پیش خودش، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله از پیش خودشون شفاعت کرده نمیتونن، الله اول اجازه میده و بعد از این لا یشفعون الا لمن ارتضى، همین کسایی که الله به اونها شفاعت کردن اجازه میده، شهدا یا که انبیا، اونها همون کسایی را شفاعت میکنند که الله از اون کسی دیگر راضی شده و به اینو به شفاعت کننده و گفته باشد که فلان فلان کسی شفاعت. پس این دلالت میکرد که شفاعت هم از پیامبر صلی الله علیه و آله نبود. از همین جهت این وجهی تشابه، وجهی مانندی دارد. چرا وجهی مانندی دارد؟ مستقیم شفاعت را از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید و اما علما میگویند که این خاص به پیامبر بود، خاص پیامبر بود، زیرا که پیامبر به وحی اومد، پیامبر به الله اجازه میداد جواب دادن و غیره و غیره. ما میتونیم که به جواب بدیم، ولی ما اینو نمیگیم که این جدا هست، از همدیگر به همدیگر مانند نیست، مانند است، اما پیامبر کسی بودن که وحی نازل میشد و پیامبر الله اجازه میداد که به این چیز جواب بدن. اما بالاخره این قصه این چنین در بعض از سلف هم شده است و از همین جهت ما این شرک اکبر نمیگوییم و کسی که در همین مسئله به مانند ما میگیم که این شرک اکبر نمیگیم، گفتیم کفر نمیگیم. خیلی که بعضی از علما در این مسئله شرک اکبر گفتند و کمی سخت رفتن و البته خطا کردن و شاگردانشون خطاگیش با سخت‌تر شد که علمایی که همین شرک اکبر نگفتن اینها تکفیر کردن. بارک الله فیک. حتی شیخ خالد المرد الغامدی در کتاب نواقض الاسلامش، شیخ خالد المرد الغامدی در کتاب نواقض الاسلام صفحه 717 میگوید که ومن أصرح ما دل على هذه المسألة ما رواه الترمذي، و از اون دلیلی که صریحتاً آشکار به همین مسئله دلالت میکند این همون دلیلی هست که امام ترمذی روایت میکند عن انس رضی الله عنه، از انس رضی الله عنه انه قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يشفع لي يوم القيامة فقال انا فاعل. انس ابن مالک میگن که من رسول الله را طلب شفاعت کردم که در روز قیامت مرا شفاعت کن، رسول الله گفتن که انا فاعل، من شفاعت میکنم. اینا علما گفته شدن که این
یک دلیلی صراحتا به همین مسئله دلالت میکردگی وجود. از همین جهت دیگر علما هم همین همچون ادله میبرن. ما اینطور کردن نمیتونیم، منهج علما نیست. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام. صبح بخیر. آخه ما اینا نشدم و گفتیم موقع در زندانیم و بعد ای بیرم همی مرغای حلال گفته میتونیم که تشنکای حلال گفته همی چیش خوردنش جایزه یا نه؟ بارک الله فیکم. بسیار این حلال هایی که امروز مرغایی که حلال میشد و بسیار توشنکایی که حلال است، وقتی که تحقیق میکنید جهمی ها کردگی است، اما بسیار حلال هایی که بعضی برادرها در بعضی دولت ها تصدیق کردن دیدن که مسلمان های ظاهرا مسلمان های حکمی قتل کردگی است. البته اگر حلال نوشته به درون ترمه ببرند مرغ‌های حلال، توشنک‌های حلال و در درون ترمه از این دیگر حلالتر نباشد، باقی مانده‌اش این کفار مشرکین باشد، خوردنش جایز است از سبب مجبور بودن در درون ترمه. اما کسایی که در بیرون هستن باید تحقیق کنند. بارک الله. این سوال اخی جان، نمی روز با یک جور رفتم در این ترمه جور جماعت نماز خواند ساکنم و سعید میچینیم در نمازی یعنی شام یا که این خوندن سوره فاتحه را خوندن و سوره علم تر کیف خوندن و سوره اخلاص خوندن در فرض، نمازی فرض. بله. همین درسته؟ البته که نماز باطل نیست، نماز صحیح است، نماز درست است، اما باید دانید که بارک الله فیکم پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز فرض یگان مراتبه دو سوره رو در یک وقت در یک رکعت دو سوره رو نخوندند. همچنین روایت میکنه. البته روایت از بعضی صحابگان است که در یک رکعت یک سوره رو دو بار خوندند، یا که بگویم روایت است که در یک رکعت دو سوره خوندند. از صحابه روایت است که در یک رکعت دو سوره رو در نماز فرض خوندند، اما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت نیست در نماز فرضی، زیرا که در نماز فرضی پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه یک سوره رو میخوندند. اما در نماز نفلی، در نمازهایی که تهجد بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم دو سوره سه سوره رو جمع می‌کردند. خیلی که از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت است، از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت است. عبدالله بن عباس میگن که رضی الله عنه كنت مبیت النبی صلی الله علیه و سلم، من همراهی یعنی یک وقت یعنی برای خوب کردن به خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفته بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قام و صلی، رسول الله خواستند به نماز خواندن شروع کردند و من هم به پهلوی رسول الله رفتم و ایستادم به طرف چپشون. یعنی پیامبر نماز میخونن، عبدالله بن عباس هم رفتند و به طرف چپ پیامبر ایستادن که اخذنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده و جعلنی فی یمینی. پیامبر در درون نماز حضرت ابن عباس رو گرفتند و به پشتشون آورده به طرف راست موندن و بعد از این خیلی طولانی قرائت کردن سوره فاتحه، سوره بقره و سوره نساء و مائده رو. سوره بقره، نساء و آل عمران رو. حتی نساء و آل عمران رو اول آل عمران آمده است، اما پیامبر اول نساء و بعد از این آل عمران خوند. بالاخره نماز پیامبری که دو سه سوره رو میخوندن این در نمازهای نفل تهجد، اما در نماز فرضی فقط یک سوره. اما یک سوره رو دو بار خوندن البته ثابت است، هم از پیامبر صلی الله علیه و و هم از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و در زمان رسول الله صلی الله علیه و رسول الله اقرار هم کردند. سنت اقراری است که یک صحابه یک سوره رو دو بار خونده بودند در یک از نمازها، هم در رکعت اول هم در رکعت دوم یک سوره رو ضم به سوره فاتحه کردند. پیامبر صلی الله علیه و اقرار کردند و باکی ندارد. سوال دیگه اخی، ما پس نمازی تاجر شدگیم پس یعنی میخون وقتی که میشم بخیزم مثال وقت موندگی های میشه که مثال 4 رکعت خونده یا که 6 رکعت یا 2 رکعت خونده آن میره 2 رکعت حقیقت خونده بسرد دوشه کدامش بهتره؟ البته اگر شما وقت داشته باشید بهتر و افضل این است که وقتی که وضو میگیرید بعد از این حق وضو خونید. بعد از حق وضو خونده شدن البته که به تهجد شروع بکنید، بکنید.
بله جزاک الله خیر. من همه خبر میخونم. جزاک الله خیر. آخر دعاگو باشن در حق ما. خیر وقتی با کم موندگی ما میبریم و چی میشه دعاگو باشن در حق ما. جزاک خیر. جزاک الله خیر. به همین برادران و از ظلم طاغوت ها و دیگر و به الله سبحانه و تعالی خودی ما هم پناه میبریم از ظلم طاغوت و غیره. لیکن حالا برادرها کمی به خودم فرید در یک موضوع یکی از صفاتهای الله رو بیان میکنیم، از فرصت استفاده میبریم. خیلی ما چی کردیم، خیلی سوال جوابمون زیاد شد. من میخوام که اون درس توحیدی ما هم که یک چند سال است که ادامه مییابد، زیاده از 2-3 سال شد والله اعلم نمیدونم، ولی 3 سال است 2019 شروع کرده بودیم در مسئله توحید، یا که 2020 شروع کرده بودیم. این سال 2 سال است که الله اعلم 2019 بله 2019 شروع کردیم. 2019 و 2020 و 2021 رفته شد از توحید و باید زودتر تمام بکنیم و به شرح کتاب ها شروع بکنیم ان شاء الله و به شرح و به بیان شرک شروع کنیم. ما توحید شروع کردیم، بیان کردیم و باید شرک هم ان شاء الله چخیلی که توحید به همه تقسیماتش بیان کردیم شرک هم بیان شود. لیکن آخرین درس، آخرین اثبات صفت موندگی هست و بعد از این بعضی از صفاتایی که صفت نیست ما بیان کرده بودیم یا نبودیم تحقیق میکنیم و بعد از این ملت ابراهیم علیه السلام رو بیان میکنیم و درس توحید رو به پایان میرسونیم. از همین جهت ان شاء الله کسایی که در بالا هستید به پایان فرید بارک الله فیکم یک صفت رو بیان میکنیم، از فرصت استفاده میکنیم. اون صفت عجب گذاشتیم، یکی از صفات‌های دیگر که ضحک است میگذاریم و بعد از این با سوال جواب ادامه میدیم. بارک الله.